که چه بلایی سرم اومد. آخه این چه بیشوری بود کردیم، مثلا با $200 بلند شدیم. بعد گفتم یه جا میخوابم شب تو همین پارکی جایی، صبحم یه اتوبوس میگیرم برمیگردم دیگه. اصلا اومدم سر چهارراه چسبیدم به دیوار، همین سرم گذاشتم به دیوار، 2 تا ایرانی از اون ور چهارراه اومدن این ور چهارراه. بهم گفت اگه هتل ارزون میخوای بیا این کارت، برو هتل ارزون. من گرفتم یه نگاهش کردم، گفتم این نمیدونه که این فکر مثلا من 5-6 هزار تا دارم، از هتل ارزون $300 حالا. بعد همینجوری که تو حال خود بعد خودم بودم، گفتم واسه چی وایسادی، برو حالا اینجا که گفتم ببین دیگه. رفتم یه خیابون اونور رو به آدرس‌ها رو نشون دادم، گفتم برو. رفتم توی یه کوچه بود هتل، نیمه ساخته هم بود، بالاهاشو نساختم ولی پاییناشو ساخته بود. رفتم گفتم آقا اینجا اتاق داری؟ آره داریم و اینا. گفتم شبی چنده؟ گفت $5. گفتم یه شب؟ گفت آره صبحانه هم میدیم. گفتم صبحانه نمیخوام، فقط شب بخوابم صبح میرم. اصلا هیچی نمیخوام. که رفتم تو شب $5 دادم، خوشحال که خدا رو شکر یه جا پیاله امشب میخوام صبح برمیگردم، دیگه نمیخوام سفر کنم. که ره و رسم سفر بیاندازم همینجا بود. که شب خوابیدم، بعد پولامو برداشتم، قاب عکس رو برداشتم گذاشتم پشت قاب عکس، گذاشتم اومدم بیرون، اومدم تو لابی. بعد کیف میکردم دیگه، همیشه خارجی بود دیگه، مثلا شلوارک می‌زدی بپوشی، خیلی خیلی خوب بود. بعد یه پسر اونجا نشسته، اون سلام داد و گفت ایرانی هستی؟ گفتم آره. گفتم شما ایرانی؟ که آره من فرانسه تحصیل میکنم، مادرم اینو میخوام بیان ترکیه منو ببینن، فردا میرسن. تا دلم گرفت تو بری با هم شام بخوریم بیرون، مهمون من. گفتم باشه. چیزه. گفت فقط یه چیزی بهت بگم، اگه پول همراه بود هیچ وقت پشت قاب عکس هتل نذارا، چون اولین جایی که میگردن اونجاست. من رو گوشم پشت قاب عکس، فکر خیلی جای خوبی. گفتم نه اونجا که اصلا من نمیذارم، من برم بالا لباسمو عوض کنم میام دویدم رفتم قاب عکس اونجا پشت پولا رو برداشتم. اومدیم ما رفتیم، اولین همبرگر زندگیمو اونجا خوردم. مثلا همبرگر نخوردم. مثلا فکر می‌کنم این چیز عجیبیه، واقعا که توش می‌بینیم چی دیدم کاهو و اینا، چیز عجیبی نیست ولی خیلی جالب بود واسم دیگه. همه چیز واسم نو بود. و جالب بود واسم عین زبانمون که عوض میشه، همه چیمون از ایران بیرون میریم عوض میشه. هیچ چیمون به اونا نمیخوره، هیچ چیمون. تازه فهمیدم ما توی یه جزیره زندگی میکنیم عین خودمون، همه چیمون عین خود ماست، اصلا هیچ چیمون. نه فقط زبان نیست، ما عادتامون، حرفامون. که حالا مثلا تو بار نشسته بود همونجا با این آقا رفته بودیم، یه دختر نشسته بغلم مثلا خوبی، گفتم آره مثلا، گفتم من عاشقت شدم. اونم گفت چرا؟ مونده بودم چی بگم چرا. این نگاهش میگم خدا چرا. من گفتم اصلا می‌خواستم زمین باز شه برم تو این داستان تموم شه، چی الان به این بگم چرا. مثلا این کلمه عاشقم از کجا آوردی؟ میدونی همه چیز همینجوری بود. که شب ما برگشتیم اومدیم هتل، خوابیدم، صبح اومدم بیرون، رفتم همه چی قیمت کردم، دیدم اینجوری که میگن نیست. مرغ $1 بود، یه مرغ کامل فریز شده فرانسوی $1 بود. خب خوبه، گفتم من میتونم زندگی کنم 2-3 روز. یکی روز اونجا بودم که بعد اومدم یه اتوبوس وایساده تو خیابون، گفتم اینا کجا میرن اتوبوسیه؟ اروپایی بودن. گفت میریم بلغارستان. گفتم چقدر میبرین تا بلغارستان؟ گفت $3. گفتم من الان $3 بدم بلغارستان پیاده میشم، ویزا چی؟ گفت ویزا نمیخواد بلغارستان. تازه کمونیست آزاد شده بود از بلغار و رومان، آزاد شده بود، درار واکردن آدم بیاد. گفتم خب بهتر به جایی که اونجا بمونم تو هتل 5 تا بدم 3 تا میدم اینجا میرم. شروع شد. از اینجا اولین شعر که حفظ کردم این بود: تو پای به راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. ولی چون مدت زمانی که اینجوری زندگی نکردم زیاد بود، هی شک میکردم، هی حالم بد میشد. تکرار. آره. هی اتفاق خوب میافتاد بازم شک میکردم، گفتم این دفعه شد دیگه، این دفعه شد، همینجوری هی میرفت جلو. بعد اومدم جلوتر که خدمت، این شعر مال عطار البته بهتون بگم. بعد اومدم جلوتر و رفتم بلغار و بعد رفتم رومان و بعد رفتم مجار و از مجار رفتم اتریش و بدون ویزا اینا؟ ویزا اونا هیچ کدوم ویزا نمیخواست. ویزای اتریش تو مجارستان یکی بهم داد. یه خاطره عجیب غریب اون شکلی. عجیب غریب همه چی درست میشد. تنها شعری که از اون روز اول سفر تا همین الان همیشه میخونم که مولانا داستان مهوی بود که یه استاد دانشمندی سوار کشتی میشه،
بعد به کاپیتان میگه تو چیزی از صرف و نحو بلد؟ میگه نه. میگه نصف عمرت فنا شده. بعد دریا دل کاپیتان اون میشکنه، دلش میشکنه، وای میسه تا روزایی میگذره وسط دریا داشت غرق میشد. میگه از رو آب موندن محو چیزی بلدی؟ میگه نه. میگه به کل عمرت فنا شد، اون تحصیل علمت به هیچ دردی نمیخوره. میگه که محو میخواهد نه نحو، اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران، آب دریا مرده را بر سر نهد، گر بود زنده ز دریا کی رهد. تمام کسایی که دنبال علم و دانش و اینا رفتن همه غرق شدن، همه غرق شدن. کسایی که تو علم و دانش عین انیشتین یه دفعه خودش یه جایی غرق شد، یه مرد. به قول حضرت محمد میگه بمیرید قبل از آن که بمیرید. مرد، قبل از مردنش همه چیز درست شد، همه چیز درست شد. و مال من این راز رو دیدم و وقتی مردم همه چی درست میشد، همه چیز. هر وقت با اندیشه و فکر و تجربه اومدم گفتم اینا رو انجام بدیم، خب نه اینکه اینا نیستا، اینا هست، ولی اون محور رو میخواد، رو آب موندنه. تمام علم ها اون محور است. کشتی به خاطر اینکه میتونه رو آب وایسه، تمام تکنولوژی اون رو کشف کردن، ولی اصلش رو آب وایسادن است. این همه به جای اینکه بریم فیزیک بخونیم، همین رو آب وایسادن رو یاد بگیریم، خودش وای میسه، بقیه‌اش اتفاق میفته، کشتی اتفاق میفته. بقیه‌اش خودش دیگه بقیه‌اش سلام زیبای کشتی که لنگر آویزون میکنن بهش، رنگش میکنن، کاپیتان عرشه میزنن، چراغ میندازن، همه اینا میشه دور ببرش. رو آب وایسادن اصله. و در زندگی ما هم رو وایسادن است. این اتفاق از اینجا شروع شد و من تو اروپا خیلی چیزای عجیب دیدم. یعنی دومین مرحله از زندگیم از اروپا شروع شد. قصه مجارستان و گفتین که یه قصه پیش اومد که رفتم اتریش رو بگیم. اون وقت شینگن که نبود، ولی اروپا مثلا اتریش ویزا بعد میداد، انگلیس ولی بعد میداد، آلمان خیلی ویزا بعد میداد. تو همه واسه پناهنده شدن میرفتن دیگه. جاها سال 70 71 اینا 72 اینا همه واسه پناهنده شدن خیلی میرفتن. اینه که ویزا خیلی کم بود و بد بود. من تو مجارستان که گفتم حالا تو مجارستان اومدیم، بعد از اینم یا میشه یا نمیشه دیگه، تاش برمیگردیم. تو پارک نشسته بودم، باز کردم داشتم نقشه رو نگاه می‌کردم کجای دنیاست مجارستان، داشتم اینو نگاه می‌کردم. اینا یه دو نفر اومدن رد شدن، گفت اینو خارجیه رو نقشش ایرانیه. من نگاه کردم ایرانیام. گفت ایرانی هستی؟ خب بور بودم فکر می‌کردن خارجیه. داداش کجا اومدی فلان میسا. من گفتم اومدم سفر کنم. اینا همه فکر می‌کردن دروغ دارم میگم، چون قیافم کوچیک بود. مثلا فرار کردی اینا. گفتن با سربازی رفتم، جنگ رفتم. جدا تو واسه پاسپورت داری؟ گفتم من پاسپورت دارم. حالا کجا؟ گفتم خواستم برم اتریش و اینا، مثل که ویزاش سخته و نمیذارم. گفت من حالا میفرستم پیش یکی بهت ویزا میده. گفتم کی هست؟ گفت مثلا حمید نامیه تو چیز. آره میره اونجا، میره اونجا پیشش و ما رو برد و یه خونه‌ای بود قدیمی، خیلی وحشتناک قدیمی. این مثلا دقیقاً فیلم جنگ جهانی دوم، اون قدیمی و سیاه و اینا. ما رو برد اونجا و یه ساختمونی بلندی بود. رفتیم اون طبقه چند و چهارم، یک دو تا طبقه دیگه هم بود، مثلا شاید 6 طبقه بود. رفتیم اون بالا، در زد و یه خانم خارجی در واقع گفت اینم به مجاری باهاش حرف زد. این پسر اونجا زندگی میکنه. گفتش که این از ایران اومده، مثلا با حمید کار داره، میخواد ویزا بگیره و اینا. با هم یه حرف زد، رفتیم تو دیگه باهاش. بعد یه فکر کنی یه اتاق، یه هال توری، اون برم یه دونه اتاق توری، اونجا هم یه قابلمه و میز و که یه گاز روشه، یه اجاق روش بود، گازم اجاق هم. تمام تشکیلات خونه این بود. یه میزم این وسط بود غذاخوری کج کل. و من گفت اینجا بشین، الان حمید میاد، اون باید ویزاتو درست میکنه. اصلا نداشت من حرف بزنم که مثلا چجوریه چجوری نیست اینا. هیچ. این رفت در رو بس، رفت و ما هم نشستیم اونجا با یه زن خارجی پای مجبوری. اون اصلا انگار نه اینکه آدم اینجا هست. از خوش میرفت من میومد اینجا کاراشو انجام میداد. بعد تو همینه در زدن، گفتم خدا رو حمیده اومد. بعد من یه دیدم یه خانم دیگه است، یه دختری بود اومد و به مجاری با هم حرف زدن. میفهمیدم که داره درباره من حرف میزنه، مثلا این کیه گفت اومده مثلا با حمید و اینا که میخوام بپرن و این حرفا. میفهمیدم ولی هیچ کلمه‌ای از زبانشون رو بلد نبودم و احساس میکردم و انرژی مهم میگفت که درباره من داره حرف میزنه. بعد بهش بلند شدم گفتم دستشویی کجاست؟ توالت رو بهش نش. گفت اونجا. اینجوری کرد اونجا، خیلی با بی‌ادبیات اونجاست. که من رفتم دیدم همین دیوار یه ذره اینورتر میره، یه تو رفتگی اونجا یه کاسه توالت گذاشتن شده توالت. اصلا نه داری نه پیکری. اصلا خیلی سخت بود. ما اصلا در رو میبندیم، قفل میکنیم، آجر میذاریم که راحت بریم. حالا اون اتفاق رفتیم دستشویی کردیم و اومدیم و
بعد دیدم اصلا حالم داره به هم میخوره، هیچ کس تحویل نمیگیره تو رو، مثلا هر کی داره کار خودش رو میکنه، حرف میزنه، میخندیدم فلان، اصلا انگار اینم من آدمم اونجا، یعنی واقعا کولی پشتم میذاشم همین حس رابطه. بلند شدم در رو وا کردم رفتم بیرون، رفتم پلاک، گفتم میرم پایین، میرم حالا اینجاست دیگه، فهمیدم کجاست دیگه، برم پایین نیم ساعت دور بزنم باز میام بالا اگه اومدم از پلا پایین که من در حتی بسته اصلا نگاهم نکرد، اومدم بیرون، اومدم پلا پایین، طبقه دومی که اومدم بپیچم پایین، یه پیرزنی، خدا نصیب هیچکی نکن، موها سفید، تمام صورت چروک، چشا آبی، دندونا سیاه، پلا اینجوری داشت، دقیقاً خود شیطان. ببین اصلا من اونجا روح از بدنم در اومد، اینو نگاه کردم، نفسم گرفت، فقط همونجا برگشتم دویدم بالا، در زیاد رو زدم، اینا در رو واکر رفتم تو نشستم. اصلا خود شیطان بود این کار، یه چیز وحشتناک، یعنی باور کنید تو خوابم میدیدم میترسیدم، تو جلوی چشم دیدم، اصلا نمیدونم چی زن چه اینقدر وحید، اصلا چروک همه جا، بعد چشم آبی، موها سفید کج، اینجا فلا میاد بالا، فقط دویدم اومدم بالا و نشستم و تو رو گفتم غروب شد و هیچکی نیومد و منم اونجا نشستم. اونم واسش غذا گذاشت و در بس رفت و باز اومد و حالم از خودم داشت به هم می‌خورد، نه اراده داشتم برم نه بمونم دیگه. دیدم هوا داره تاریک میشه، اومدم بیرون نگاه کردم، یه پله رفتم پایین‌تر، دیدم یکی از درهای ورودی رو چیز کردن، شیکوندن، زنجیر، یه زنه رو زنجیر کردن به دستاشو به اون دره، یه نشسته داره سیگار میکشه. خود نگاه کردم اینجا کجاست، چه جای وحشتناکی. دویدم اومدم بالا و بعد بازم در وا کرد، اومدم اونجا و باز رفتم بری. بهش گفتن حمید نمیاد، حالا هر زبانی که میتونم انگلیسی چیزی بهش بگم اینا، اونم گفت میاد. بعد من جامو گوشه اتاق انداختم و خوابیدم. گفتم حالا اب نه امشب بذار بخوابیم، چیکار داری بذار امشب بخوابیم، صبح یه برنامه میچینیم دیگه. خوابیدم اونجا و عجیب غریب داره میشه. آره شب خوابیدم اونجا و آخرای تاریک بود، چه خوابیده بودم، من دیدم صدای در اومد و اون دیدم که داره به من فحش میده، مرده که اومده خونه. این کی اینجا مثلا کاروانسراست اینجوری، ولی به مجاری دارم میگم، اینا رو دارم خودم میگم تو ذهنم قشنگ. آره که گم شه بری بیرون، گفت خوابیده و فلانی آورد و فلان و بیسار رو گفت گم شه بری بیرون و اینا. دیگه منم خود چشام وا نکردم که بخوابم، گفتم شب کجا برم تو خیابون بمونم، ليش کنم اینجا میخوام دو تا فحش میشنم، آره میخوابیم. خوابیدم همونجا، خوابیده بودم تا صبح. صبحم بلند شدم دیدم این خوابه و بعدش بهم گفتش که گفتم سلام، گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ سلام زهر مار فلان، خیلی بد با حرف زد. ولی دیگه این کار نمی‌کردم دیگه هیچ. بعد گفتم که من واسم ویزا، گفتش بیام شما ویزا بگیرم. گفتم مثلا ویزای کجا؟ اتریش $5000. 5000 تا اینجا میگیرم، 1000 تا فلانجا میگیرم، 6000 تا تحویل فلان بیچاره، الانم 3000 تا اینجا میدی. گفتم من پول ندارم. بعد فوش داد بهم. حمیده. آره. فلان شده فلان شد اینجا خونه من خوابیدی، فکر کنم کاروانسراست و همون چیزایی که فکر می‌کردم قشنگ صبح گفت به بعد به من رفت نه فلانی گفت و اون فلان به اونم فحش داد، هرچی دهنش میاد به اون که من آورده. خیلی بدم اومده بود از خودم، از این یادم اصلا. فقط کولی پشتم برداشتم در بستم رفتم بیرون. اومدم تو راهرو، اومدم بیرون تو حیاط دیدم این پسر، یعنی حیاط که اون محوطه‌ای که ما ساختمونا بودن، این اکبات‌ها چجوریه محوطه شکل. این اومد و گفتم مرد مسخره منو برد اینجا. گفتم این چی شد؟ گفتم این فحش میدادم بی تربیتی. آره اون بددهن ولی کارش خیلی درسته و فلان. گفتم داره میگه $6000 میگیرم و کجا من تو بهم نگفتی چی و اینا. گفتم فکر کردی مفتی رایگان؟ گفتم نه من 6000 تا بدم به تو که میخوام برم اون نمیرم. بعدش که حالا چیزه چی میگه؟ گفتم من ویزا می‌خواستم، یه ویزا برم اتریش، نمیرم. ولش کن بابا، تو هم مسخره کردیم ما دریوری هم. گفتم من هیچی نگفتم و این حرف. گفت پس یه کاری کن، پاسپورتت بده من واسه چیز می‌کنم. حالا دیگه گفتی دیگه ولش کن، دیگه واسه یه کاری می‌کنم. پاسپورتمو گرفت رفت. من اومدم سر کوچه اون شهر که اون بیرونش نشستم، میگم پاسپورتش دادی؟ ای وای حالم بدتر شد. پیش خودم به خودم فحش میدادم، آخه ابله. بعد برم الان چی بگم پاسپورتمو خودم دادم به یکی بره ویزا بزنه. اصلا فقط آرزو میکردم هر جوری میشه یکی یه کاری کنه پاسپورت بزنن تو سرم، اصلا فحش بدم بهم بدن. الان چیکار کنم؟ بعد اصلا نمیدونی چه حس بدی داشتم. آره
که من بعضی آقا ندزدیدم ازم، یارو یه چیز اختیاری خودم دادم به یارو بره ویزا بزنه تو خیابون. آره مثلا ابله کی تو خیابون پاسپورتشون رو به یه نفر بره ویزا بزنه. اینقدر سخت گذشته بود استخونام درد میکرد، اینقدر فکر میکردم. نشستم فکر کردم که برم سفارت ایران و سفارت داریم دیگه، بگم دزدیدن نگم. بعد گفتم یه بار خودم بزنم زمین که خود خونی مال یه کاری کنم. آره یه کاری کردم. بعد خب بعد چرا اینجا اصلا خیلی حالم بد بود. شاید 5 سال گذشت اون یه ساعتی که اونجا نشستم، یه ساعت 2 ساعتی که نشستم، گفتم دیگه رفت دیگه. و بعد میدونی هی فکرم کار میکرد، حالم بدتر میشد. مثلا به کی دادی؟ اسمش چی بود؟ اصلا واقعا اسمش اینه که گفت بود. آخه تو هیچ آدرسی از این نداری، نه جا پاتوقی. آخه چرا؟ همه اینهای میومد هی حالم بدتر میشد. چون به ما این آموختن اصلا. ما تو اتفاق فقط میشینیم به فقرمون نگاه کنیم. اتفاق افتاد یه گور پدرش پاسپورت گم میشه، به جای منفیش نگاه میکنیم. مثلا پا قطع شدی بقیه‌اش بکنیم. حالا پا قطع شد تا بود الان به بعد نیست، به همین راحتی دیگه نیست بعد از این. ولی فکر نمی‌کردیم و این تربیت ما بود. اینقدر اون فشار بود که اصلا میگفتم آدم بمیره بهتره، الان بمیرم دیگه، چون آینده معنا نداره فلان بیسار. اینا یادم اومد، اصلا باورم نمیشد. اومد گفتش بیا اینم ویزات. من اصلا نمیخواستم بگم، فقط واسه این پاسپورت خودم میدم هست، اصلا نمیخوام ویزا هم نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، فقط بده من. گفتم خب گفت چقدر داری بدی؟ گفتم من پول ندارم که. گفت واکمنت بده من. گفتم بیا. یه واکمن سونی ازم گرفت، پاسپورتو بهم داد. منم واکمنم یه مهر خورده ویزا. گفت نگاه کردم. تعریف نکرد چه جوری؟ هیچ. برو. خودی وایسادم. اصلا نمیدونستم چیکار کنم. از این مرحله انگار تو یه دنیای دیگه بودم، اومدم یه دنیای دیگه. بعد هی فکر می‌کردم الان چیکار کنم؟ من پولم نگرفت، مگه میشه؟ واکمن گرفت؟ آره واکمن گرفت دیگه. برو دیگه. برو با این است، برو. منم اومدم هی فکر کردم بعد چیکار کنم اینا. حالم اصلا یعنی اینقدر فشار اومد ازم، بار انرژی رفته بود، حس می‌کردم مثلا بعد یارم 2 روز بخوابم تا برگردم تا عادی که اومده بودم. روزی که رسیدم اینجا عجیبه فکر کنم که اومدم یه راننده کامیون منو دید و دیدم ایرانیه. سلام علیک کردیم و اینا و گفت کجا میری؟ گفتم اتریش. گفت ویزا داری؟ گفت فقط تو ببین تا گمرک باید بیای، بری اونجا پاسپورت رد شی بعد ما چیز کنیم و با من نمیتونی بیای. گفتم باشه ابن تا اونجا بریم. هورد مرز. و جالب اینجاست که از رومانی و بلغار و اتریش و همه این کشورها این شمال میمونه، همشون به هم نزدیکن. یعنی اینجوری که مثلا ما ترکیه از 2 روز بعد بری تا استانبول برسی از مرز ایران، قشنگ 2 روز 2 شبانه روز راهه. ولی اونجا نه، تو تا ظهر مثلا بلغار رو رد میکنی، غروب میرسی اونجا، غروب اونجا راه بیفته، مثلا شب باز مجارستان. اینجوری بود که رفتی به اتریش رسی، مرز اتریش ما اومدیم پایین و بعدش اونجا شلوغ شد و دم گمرک و اینا ما هم رفتیم که منم پاسپورت دادم. من یه نگاه کرد برده، کجا میگفتم یه سفر میکنم اینا. بعد نگاه کرد و یه مرسل برد تو. من رفتم تو. بعدها بهم گفتن اون پاسپورت جعلی بود، چطور تو مرسل رفتی تو؟ گفتم من نمیدونم. ویزا گفت جعلی بود. بعدا که که مثلا پاسپورتام گفتم این ویزا جعلی، چطور تو رو اجازه داد؟ نمیدونم. تو پای به راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. تو باید رفتی مثلا اینجوری نیست که تو تصمیم بگیری. بعد میدونید وقتی من میرفتم فکر می‌کردم خیلی گندم دیگه، الان بیشتر واسم کیف میکردم که مثلا همین مجارستان خواستم ورودی بزنن، مرتکب اشتباه زدم، خوشحال شدم، گفتن یه ورق دیگه هم پر شد، الان اینجوری کنی 10 تا ویزا. همش کیفم اینا بود. کم کم یه شهر دیگه همینجوری، اینا واسم جالب بود. بعد وارد شدم به اتریش یکی از فامیلامون اونجا زندگی میکرد، میدونستم بعد برم وین مثلا اونجا که رفتیم پیش اون و اون هم ما رو انداخت بیرون از خونش شب. جسدن زبان میدونستی؟ هیچ. یه خورده انگلیسی بلد بودم، یه خورده هم آلمانی، ولی همه اینها درس هایی بود که تو سفر یاد میگیری. گفتم اون انرژی کار خودشو میکنه. من مهمترین اتفاقی بود که یه زن روسی از زمان
یه پیرزن روسی در جنگ جهانی دوم بود که بچه بود تو جنگ جهانی دوم، واسه من تعریف میکرد جنگش تو اتفاق افتاد و من چیزایی که میفهمیدم و مینوشتم در حالی که من روسی بلد نبودم. باشه. از اون حس و انرژیه. میدونید اینا چیزاییه که تو سفر، اگه من بعد از این همه سفر 2 تا چیزو یاد گرفتم. سفر 2 تا چیز نباید داشته باشی نمیتونی سفر کنی، میمیری. 1 هدف، 2 عقل. عقل رو باید تعطیل کنی، هدف مشخص نکنی، پای به راه نه. دیگه برو، خودش درست میشه. وگرنه وقتی هدف میذاری که من مثلا امروز باید برم پس فردا شیراز باشم، سه شنبهش باید کرمان باشم، این بیچاره دیگه نمیتونی سفر کنی. کار پیش مثلا انگار کائنات وایسادن تو بگی من میرم اینجا که جوری جلوت وایسن و این اتفاق میفته. من ناصری که بسیجی بود اون تفکرایی که میگم رو داشتم و بعد اروپا کاری که با من کرد تمام درون منو کشید بیرون. درونم چیا بود؟ چیزایی که بهم تعریف شده بود. میدونید من اگر دست یه دختر رو میگرفتم حال خودم بد بود، اصلا یه دست بزنم رو دستش، همین تو به اون چیز سنتایی که بزرگ شد. من تو فرانسه یه خانمی کمکم کرد، مثلا بهم جانانه گفت بیا خونه من، یه جا در اونجا برو استراحت کن، بهم هم شام داد، نهارم اون میداد. من از این خوشم نمیاد. میدونی چرا؟ سیگار میکشید. تو فرهنگ ما یه زن سیگار بکشه خیلی پس بدترین آدم دنیاست. آره. فقط همین. من این میگفت اینقدر خوبه ها، ولی حیف که سیگار میکشه دیگه، این بده. این بده. بعد دیدم این ریشه داره در من. آره. من یادمه سفر کردم لرستان. تو لرستان یه روستایی رفتم، آسیاشون خراب شد. کت خدا داشتن. کت خدا گفت آسیا، من رفتم آسیا رو درست کردم. و چجوری درستش کردم؟ لامپ شکسته بود، اومدم وا کنه این سرپیچشو، این به هم چسبیده بود. یعنی من برداشتم هی میزدم کنترل میپرید. آسیا هم کار نمیشه. من اومدم نگاه کردم اینجوری اونو در آوردم، یه لامپ بستم درست شد. گفتم همه میگفتن آقا مدیر به. اونو درست کردم. یکی دو تا کار دیگه هم کردم. بهم میگفتن آقا مدیر، نمیدونم چرا مدیر گفت. بعدش اون لوره یه حرفی زد که از همون چیزی که اونجا من تجربه کردم. گفت تو پسر خیلی خوبی هست، حیف که لور نیستی. یعنی میدونی خوب بودن تعریف داشت و چیزی که به ما گفتن. حالا اینا هی تیکه تیکه اتفاق میافتاد واسم دیگه. اروپا چه کرد با من؟ همینا رو کشید بیرون. مثلا تو اینم بهتون بگم که توی اروپا رفتم توی کافه، رفتم نشستم، یه سیاه‌پوست اومد بغل من بشینه تو این بار، این تنش خورد به من اینجوری نگاه کردم، به من رو میزنی؟ تنت خورد به من. بازوش کل هیکل من بود سیاه. بعد من نگاهش کردم، گفتم خب ببین الان بهتره، الان من با این گلاویشم میگیره این پلنگ صورتی من قشنگ میچلونه. فکر کردم که من الان چون نمیتونه به این گندگی بپره، من میپرم اونور، اون شیشه رو بردارم میکوبم تو سرش محکم. کلاسیک آمریکایی. یه دونه میکنم تو سرش تا این بخواد به خودش ببینه، یه دونه میزنم میپرم اونجا، اینور در میرم تا این باشه که تنه میزنه بیشور. 2 تا اینجوری گیلاس آبجو ریخته بود، آورد گذاشت جلوی من، گفت بهتر نیست که مشتام بخوره گیلاسام بخوره به هم، بخور. هنوز یادمه. به جای اینکه فهمید که من عصبانی ام میخوام دعوا کنم، گفت بهتر قبل از اینکه مثلا مشتام بخوره به هم بیا گیلاسا بخوره به هم، خورد. در حالی که مثلا من میتونم قورت بده. یه قصه کوچیک برگردیم باز عقب. من کلاس امام راهنمایی بودم، داشتم امتحان می‌نوشتم. داشتم امتحان رو جواب میدادم، ممتحن اومد بالا سرم. از انرژیش اون وقتا می‌زدم تو سرت غلط می‌نوشتی دیگه. از انرژیش فهمیدم که می‌خواد بزنه. دارم غلط می‌نویسم. واسه اینکه نزنه چیز زود نوشتم غلط با قید 2 نقطه. زد تو سرم با غلطتم غلطه. نه تنها غلط می‌نویسی، حتی غلطتم غلطه. و این تو ذهنم موند. و من دیدم تمام زندگیم غلطه. دعوا کردن غلطه. حتی اون غلطم غلط دعوا می‌کردم. ببین اونم دعوا کرد. هی تیکه هی باز میشد در من. خب من 21-2 سالم، 1 سالمه. خب دوست دارم با دخترها رابطه داشته باشم. حالا تو فرانسه نشستم، یه دختر اومد، دارم نشسته بودم، خب موهام بلند شد، یه خورده چیز بودم، موهام زرد بود اینا، فکر کنم اروپایی. بعد اومد جلو بهم گفت میتونم پای میزت بشینم؟ گفتم آره.
اصلا خیلی خوشحال شدم. چرا نه اصلا خدا من اصلا اتفاق بیفته. اومد نشست با میز، داشتم مثلا باهاش حرف می‌زدم اینا. اصلا با این من ازدواج کردم تو ذهنم با این ازدواج کردم، 2 تا بچه، واسه اینکه اختلاف نیفته یه اصغر یه اسمت اسماشو گذاشتم که اینجوری باشه. بعد بردم به خانواده نشون دادم که مثلا کیو ببین آوردم سه اینا شما دهاتیای شما من نمیگیرم دختر خاله میخوام چیکار این حرفا نه. بعد دیدم گفت خدافظ. کجا خداحافظ؟ بچه‌ها رو چیکار کنیم؟ زندگی رو اینو بعد رفت میدونی. و این رفت و حال من بد شد و شروع کردم که این خارجا همه کثافتن، هیچ کی زن زندگی نی، همه کثافت فساد اینجا رو گرفته. من بودم. و جالبه ازم بپرسی چرا از تو سوال کرد. خودش هم کافه سفارش داد به اون حرفایی که مطمئن زد و رفت و من نمیدونم اون جواب دادم ندادم. و من مملو از این تفکر بودم. من پر این حرفا بودم. یعنی بهم میگفتی چطوری مونه، چرا یه چطوری نکنه فلان، یا از اون کول میافتم ببین کی من چیم که میگم چطوری دمم گرم، ببین من چه شاخ، همه چیز هم همینجوری بود. نشخوارهای فکریه که از سنت اصلا پر کرده بودم تو. اومدم رفتم تو این هیپای پانکیسم. اون وقت پانک بود، الان رپر مدرن. اون وقت پانکیسم بود، قبل از اونم هیپی بود. آره هیپیای آمریکایی که بعد رفتم تو این هیپی. خب اونجا من موتور خوب سوار می‌شدم، اونا موتور داشتن می‌گرفتم موتوراشون کار می‌کردم تو. من قبل از اتریش رفتی فرانسه؟ بله حالا اینو بهتون میگم. تو اتریش من یه آدمی آشنا شدم. این آدم مکانیکی داشت تو وین. بعد این بهم جا داد و امکانات داد و دیگه موندم پیششون موندم. اون منو همه اینا رو دیگه برد. یعنی بقیه اروپا رو من با اون می‌رفتم. و اونم زندگی بچه‌هاش از دست داده بود. دیگه مثلا با من یه جوری امید بودم واسهش. منم کیف می‌کردم. یه جا خواب بهم داده بود و امکانات داده بود. پس با یه همسفر از اتریش؟ نه همسفر نه، اون مغازه‌دار بود. انگار مثلا آدم پیش شما که کاسبین، شما از تنهایی من مثلا یه بچه تهران دیده بود خوشم. این یه حس خوبی داشت. ایرانی بود و ترکم بود. ترک ایرانی. بعد اینه که این اتفاق افتاد واسش. حالا چه اتفاق افتاد؟ دخترش ملکه یه زیبایی شده بود. بعد این اجازه نمیداد دیگه بره عکسای سکسی بگیره، عکسای فلان بگیره. خب اجازه نمیداد. دادگاه خانومش هم با اون دختره با هم شده بودن. دادگاه رأی به دیوانگی پدر میده که تو مریضی هستن. آدم به اینجوری شده تو حالا میگی نه. همه آرزو شدن تو یه نفر اینجوری شدن بودم نمیشه. اینه که این خیلی حالش بد بود و زندگی بدی داشت و اونجا مثلا یه اتفاق خوبی افتاد با ما. بعدش که با ایشون آشنا شدین این دیگه بقیه که اروپا رو ما با هم میرفتیم، انگلیس رفتیم، بعد همه جا رو منو میبرد. بعد اتریش رفتیم فرانسه که آره دیگه. الان بعد گفتین که عضو هیپیا شدین؟ آره نه توی اتریش این اتفاق افتاد. تو اتریش چون با این زیاد موندم رفتم پیش یه کسی. اینجوری بود که من هم می‌خواستم باهاشون ارتباط برقرار کنم با این پانکی‌ها که بودن. هیچ کی تحویل نمیگرفت منو هیچ جوری. و ما هم که یاد گرفتیم دیگه یکی سلام بدیم جواب نده شروع کنیم ذهنمون فوش دادن، خدا ذلیلت کنه ان شاءالله بمیری. و هر کاری هم می‌کردن هیچ فرقی نمی‌کرد، واسه کار خودشون می‌کردن. تا اینکه من نی داشتم شروع کردم نی زدن. زیاد بلد نیستم، من یه خورده بخوام که زدم. اون خیلی خوشش اومد، گفت چیه گرفتن با هم دوست شدم. این ارتباط جوری شد که من دیگه اونجا با آدم‌ها رفیق شدم و رفتم تو گروهشون، تو گروه این آدم. و با اینا رفتم اولین بار موامو رنگ کردم، زیر ابرو برداشتم. آره 22 سال 21 سالم. آره ولی مثلا دیگه حالا اصلا خوب شدم و دیگه کیف میکنم و آره. ولی تا گوشواره انداختنم که با یه دختری بودم به اسم کاترین. این گوشواره رو نمیتونستم تو گوشم بندازم. حالا میفهمم خانم‌ها چقدر قوی هم میتونن این کارو بکنن، چون میرفتم جلو آینه وای میسادم گوشواره میدادم میرفتم عقب‌تر یا جلوتر اصلا نمیشد تو آینه ببینم. حلقه هم بود. کاری ندارم، فقط اینو بدونی که من وقتی زیر ابرو برمی داشتم 30,000 تا فحش به خودم میدادم. همه چیزای بدی که شما فکر می‌کنید به خودم میگفتم. بعد من بسیجی، شهدا، گوشواره که انداختم تو گوشم یادم اومد که بچه‌ها شهید شدن. مثلا تو خیلی دیگه کثیفی، یارو 5 سال 10 سال میمونه این کارا میکنه، تو هنوز نیومده، چه کار زشتی، خجالت بکشینو در می آوردم. گفتم و ول کن تا اینجا اومدی بنداز، حالا دیگه برو تا تاش و فلان و بیسا.
باز به این کاترین گفتم بنداز. این باز انداخت تو گوشم. انداخت یه خورده جوری کردم تکونم خواهش مزه میده. این برام سنگینم شده بودم. من خوبه. بعد من واسه دیدم نه قشنگم است. من به قیافم اومدم عکسم تو چیز هست. تو این عکسی که اون زمان هست اینجا دارم تو این روزنامه‌ها. رفتم واسه یه اینجوری تکون دادم دیدم گوشوارم خوبه قشنگه. بعد یادم افتاد که پدرم زهش کشیده، دستاش پینه بسته، نون حلال آورده. بعد تو اومدی اینجا خاک تو سر اصلا تحت باز فوش و اینا بخواد. باز در آوردم. گفتم نمیخواد. این دیگه خیلی کثیف کاری. ولش کن. نمیخواد گوشواره بندازم. اومدیم دم در گفتم ول کن دیگه. تو که همه کار کردی. زیر ابرو از موها رو رنگ کردی، تیپی شدی، همه جا تو پاره پوره کردی، آستینامو پاره کردی. حالا مثلا یه دونه است. به کاترین گفتم اینو بنداز تو گوشم. یه نگاه کرد. گفت تو با یه رینگ نمیتونی کنار بیای. چطور میخوای با یه آدم زندگی کنی؟ گذاشت رفت تا هم یادم. واقعا؟ اینقدر رو من اثر بد گذاشت که من دیگه نتونستم بمونم. و واقعا همین بود. یعنی هی میگفتم من چیکار کردم با خودم؟ من کیم؟ دارم چیکار میکنم؟ فقط یه خورده گشتم موندم که بتونم. بعد اینم بهتون میگم اونجا روزنامه ایشترن آلمان عکسای منو چاپ کرد. آره. آلمان یا اتریش؟ آلمان. یک روزنامه تو آلمان بود، میرفتیم میومدیم دیگه. آره این دوتا. بعد میرفتم اونجا مثلا رفتم اونجا یه آدمی بود اونجا تو روزنامه ایشترن با ما حرف زد و این حرفایی که من میزدم چاپ شد و اینا خیلی واسم جالب بود. بعد از اون روز بعد از اون یه چند وقت بعدش خرس پاندا آورده بودن که معروف شد روزنامه‌ها عکسشو زدن و اینا. من یه لحظه دیدم چه جالب. دیروز منم فردا پانداست. هیچ فرقی نمیکنه به این دنیا. میدونی اینگاه یه دفعه میرسیدم به پوچی که اینجا بود که مولانا گفت دیگه آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را. شما قصه های مولانا رو میخوندید؟ هر روز و هر روز یه قصه دارم ازش. مثلا اونا باید یه داستان یعنی بشینیم من قصه رو داستان مولانا رو بخونم قصه خودمو بگم، داستان مولانا رو بخونم قصه خودمو بگم. شاید یه اپیزود اونجوری مثلا عجیب غریبه داستاناش. چون 33 ساله دارم میخونم هنوز نخوندم مولانا رو. هنوز نوعه. هر روز میخونم میبینم یه داستان این یه چیز دیگه است. انقدر عمیقه که این چاه دیگه هیچ میکنه آب هست مثلا 20 ساله بازم آب هست. این کجا داره میاد این آب؟ به کجا وصله این آب؟ فقط سطل رو بنداز آب بکش بالا دیگه باز آب هست. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که آره یه اتفاقی اونجا واسمون افتاد. ببینید ما قرآن رو همیشه اینجوری بوده که وقتی قرآن میخونن حالا اون بد میشه. به این خاطر که همیشه سر خاک خوندن، عزیزمون مرده، مثلا بچه‌ها شهید شدن. این یه چیز بود که بعد از اون مثلا الان عزت شمسوی چیز هم هست، این عبدالباسط همچین با سوز میخونن همش وقتی میخونن یه حالا اون بده چون فقط این خاطرات هست. یعنی هیچ یه جا نشستیم با هم دیگه قرآن بخونیم مثلا معنا نداره. بعد از اینم که یه تعصبی روش درست شد که این تعصب آسیب زد، بیشتر آسیب زد. اینه که کسی اصلا حرفی که قرآن میگه واسه بابا جمع کن برو. چون قرآن شبیه همه این چیزای بدی که شده که ما فکر میکنیم. ولی واسه من چه چیزی عجیب بود این بود که به من هر وقت مثنوی میخوندم مثلا یه دفعه میگفت مثلا یه دفعه یک داستانی رو تعریف میکرد میاد میگه جایی که دیگه کم میارم شعر، یعنی دیگه کلمات جواب نمیده بعد قرآن بیارم. اوج یعنی بالاترین گام قرآن بود توی مثنوی. خودم گفتم من میخونم موسی برو عیسی اومد و نوح رو بگیرید گردن چیزی نیست. اینقدر قرآن میکنه. میدونی من نمیشناسم مثلا کسی رو ولی شما رو قبول دارم. شما میگین این استاد منه، من میگم من اینو قبول دارم. این میگه استاد منه، ببین اون کیه. یعنی یک داستانی رو میگه مثلا 100 تا بیت داره میگه، 200 تا بیت میگه، آخرش یه دفعه مثلا میگه بر رمیت و الا رمیت، من نزدم تو زدی. یعنی آخرش اینجوری اصلا نمیتونه بالاتر از این نمیتونه بگه. یه دفعه اونو میگه. بعد میگفت بعد میرفتم قرآن رو میخوندم میرفتم موسی عیسی یا زنان ما اونجوری بچه‌ها رفتم خیلی
چیزه اصلا اون چقدر که میگی مولانا تو چی دیدی این انقدر. و واسه خودم جالب شد این قرآنه. ولی تو اروپا هیچ وقت قرآن نخوندم اونجوری‌ها، همش که هر دفعه میخوندم یه جایی پیدا کنم میخوندم چیزی نمیفهمیدم. ولی این آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را یه الگو شد دیگه واسه این ولی خیلی مهمه ها. جمله ببینید شعرها رو ما نصفه میخونیم، قسمت آخرش رو نگاه کن. اول عقل رو بیاموز بعد دیوانه شو، نه اولش دیوانه شد. دیوانه شدن که ارزشی نداره که. این عاشق شدن دیگه. عاشق شدن یعنی عقلانی ترین کارها رو میکنی، یه جا میرسه عقل تموم میشه، عشق شروع میشه. نه اینکه اولش من عاشق شدم که دیگه هوس دیگه عشق نیست. اونم میگه آزمودم یعنی رفتم علم رو تا تش دیدم، حالا دیگه دیوانه شدم. دیوانگی همه کارو میکرد. این بود که دیگه تو موندن تو اروپا واسم تموم شد. اروپا هم تموم شد. بعد فرانسه؟ نه فرانسه رفتم، اسپانیا رفتم اسپانیا واسم جالب بود. مثلا یه چیزی از فرانسه بگم بهتون. اینا چیزایی بود که تضادهایی بود که من میدیدم. ما خب اروپا رو یک کشورهای پولدار میدونیم هممون، الان هم همینا، نه اون وقت، الان هم هممون اروپا پول داره، ولی نه به شدت فقیرن. اونا از درون آدم‌های اروپا غنی شدن. وقتی شما میگی اینجا رو رنگ کن، برو بیاد رنگ کرده یک اپسیلون جایی رنگ نریخته، نه زمین نه هیچ جا. این قویه. ولی من اینجا بگو رنگ کن، برو بیا نیست. 100 تا رفتم، برق رفت، نقاشی نشد، قلمم خراب شد. بعد دولت رو میکشم وسط، خدا و پیغمبر میاد وسط با دولت جمهوری یا کردیم واسه اینکه من رنگو بد زدم. یعنی جالب بود تو اروپا ما اصلا نمیشنم مثلا چرا زندان افتادم، مثلا رفیق نابا و همینجوری میگم بعد شانس آوردم گیر افتادم، دزدی داشتم کردم گیر افتادم، همینجوری آدم زدم تو دهنش. مثلا نمیگید رفیقت اینا گولت زدن، نه هم فکر کردم دیدم میتونم دزد، ولی نشد، گیر افتادم. همین. شما اگه یه نفر دزد پیدا کردی من خودم رفتم دزدی؟ نه. چرا؟ محل ما محل بدی بود. خب منم تو مولوی به دنیا اومدم، خانواده بدی داشتیم، نمیدونم این من همه این حرفا. یعنی عادت کردیم چیزی به اسم خودم وجود نداره. هم گناه ها مال چیزای دیگه است، هم ثواب ها مال چیزای دیگه است. در عرفانمون هم همینا ها. ته عرفانش رو هیچی نیستی. چرا دیگه منم هستم دیگه. این کارو من انجام دادم دیگه. منم حساب تأثیری داشتم. یعنی ته عرفانی که هیچی دیگه اصلا محو الهی میشه. اینه که یه ذره اینا فاصله مینداخته. اونجا یه چیزای رئال تری دیدم، واقعی تر دیدم. میدونید آدم ها واقعی تر بودن. گرسنش بود. مثلا تو فرانسه من برد خونهشون، یه کفاش برد خونهشون باگت خرید و تورو، اونو غذا درست کرد و خوردیم و گفت ما 3 سال گوش نخوردیم. و این با تأسف نمیگفت نه نداره، پول نیست که بخورید، تموم شد. پذیرش اتفاق افتاد و ما نداریم. ما از پولدارترین آدممون تا غنی‌ترین ضعیف‌ترین آدممون هممون دیگران مقصرن، اصلا خودم هیچ. یا شرایط. میدونید مثلا الان میگیم گرسنمونه، نهار نداریم، تموم شد. خدا چه خداییه، چرا ما رو آفرید؟ بابا دیگه نهار نداریم، برو پیدا کن دیگه. نیست. من تو اتریش حالم بد بود، تو این کارتون خواب هستم تو خیابون، بغل زیر پل بود، آتیش روشن کرده بود، وایساده بود بغل آتیش. من دیگه شروع کردم آلمانی، ایرانی، فرانسه، هر چی در میومد به این حرف زدم که من اینجوریه، ما خونه داریم ایران، خونه بزرگ داریم، پول دار اینجا ندارم، مثلا انداختم منو بیرون، اینا با زور. بعد این نگاه کرد خیلی آروم، یعنی من نمیتونم تا ادای اونو درارم. بهم گفت این آتیشو داریم، هر چقدر نزدیک شی گرم میشی، هر چقدر دور سرد. تموم شد. ما همین رو داریم. اون که چی داری نداری ولش کن. ما الان فقط آتیش داریم و میتونیم بهش نزدیک شیم. هیچ چی هم نداریم میتونیم روش بپذیریم. این پذیرش اسمش دیگه پذیرش نیست. به یه جایی این آدم رسیده. وقتی میری عقب‌تر میبینی حیوانات هم همینجوریه. شما این گربه میاو یه چیزی داره میخوره میشینه. همین
او این هیکل یه داد بزن شیشه‌ای بهش یه کاری کن مثلا 2 تا مرغ بهت بدیم آره. میخوره همیشه. و ما اصلا اینا رو نداشتیم و بعد من دیدم اینا رو اصلا نداره، ما چیکار داریم میکنیم و این اتفاقاتی که توی برای ما افتاده. من یه ذره خارج از سفرم یه چیز بگم. آره.